در درخت وقتی که سیل میکنین 20 نفر هستن، 20 نفر به طرف درخت سیل میکنن. دی 20 نفر یا 20 قسم رشته دارن، هر کس به طرف درخت به رشته خود سیل میکنه. مثلا اگر مالدار باشه، سیسته یک مالدار است، زیاد مال داره، ایشون از درخت که سیل میکنم، اوه میگه چه خوب برگا داره، والا یه حیوانات من برگای زیر ما بگیرم و به حیوانات بتم بخورم. یک کس دیگه از گشنه است، این کسی درخت سیل میکنه، سون برگ مرگش هیچ متوجه نیست، سون میوهش متوجه است، میگه والا چه خوب سیبایی داره، والا از این میوه از این ما بگیرم یک دو سه دانه از این اگه کس برم پرته و بشویه بخورم چه خوب شه. اگر یک مسافر که بسیار مانده و زله و تکت تک است، یک جای ضرورت دارد که هفته و بسیار تیز است، به طرف درخت که سیل میکنه، اوه چه خوب سایه دارد، می زیر سایه زی باید من خو کنم. اگر یک متخصص محیط زیست بیاری بگید شما درباره درخت چی نظر دارید، میگه برای پاکی و صفایی محیط زیست موجودیت درخت‌ها بسیار چی است؟ مفید است. اگر یک متخصص زراعت بیاری اون درخت که سیل میکنه که او میگه درخت بسیار مریضی ها داره، ما باید امراض نباتی را رشته مست سرازی تجربه کنم که چی شود. اگر یک نجار بیاری سون از درخت که سیل میکنه، او سیل میکنه میگه اوه از این چه خوب دروازه جور میشه، چه خوب الماریا ساخته میشه. هر کس مطابق رشته خود به طرف یک پدیده سیل میکنن. از این خاطر اگر هر کدام از یا قانون جور کنن، مطابق چی جور میکنن؟ مزاج خود. لکن خالق متعال امی درخت که خلق کرده، دی درخت بر حل مشکل کل از یا راه هست نیست. این حال قانونی که الله میسازه دو مشکل کلگی چی میشه؟ حل میشه. یک وقت غربی ها گفتن مشکل جوان چی است؟ گفتن مشکل جوان همی است که بر از اینا همین مسائل جنسی آزاد گذاشته شوند. اونا فکر کردن که مشکل جوان فقط اینمی هست که مشکل جنسیش حل شوند. الله متعال برای جوانا گفت که شما جوانا ازدواج کنین، نکاح بکنین. اونا گفتن نه نکاح چی کنن؟ مقصد جوانا هر قسم که میتونن مشکلات جنسی خود حل بکنن. این جوانایی که مشکلات جنسی خود حل کردن، یک وقت که 30 ساله شدن، 35 ساله شدن، خانه حال ندارن که چی کنن؟ زندگی بکنن، اولاد ندارن، خانه ندارن، سرگردان است. اما او جوانی که در 20 سالگی امر الله را کرد، هم مشکلات جنسیش حل شد، هم صاحب خانه شد، هم حقوق طفل مراعات شد، هم از دختری که امروش ازدواج کرده بود حقوق زن مراعات شد. صحیح نه؟ هم حقوق خانوادی از زن مراعات شد، هم خود از جوان از مرضهای جنسی که به اساس استفاده غلط جنسی مرضها پیدا میشه از این نجات پیدا کرد، هم صفای جامعه ای هم درست شد، هم نسل بشری به شکل مثبت و نرمالش ادامه پیدا کرد. پس سعی کنید در یک نکاح که است بسطها چی است؟ حکمت است که 5 تا 6 تا 10 تا شما میفهمیم، 90 حکمت دیگه از ما نمیفهمیم. خلاصه ای که اگر کسی علم گرایی میکنه و کل حق میخواه که از طریق علم و ساینس و لابراتوار پیدا کنه، ای به حق نمیرسه. اما منهج درست چی است؟ که در تجربیات از چی استفاده کنی؟ از ساینس استفاده کنی. لکن وقتی که مسائل تصدیقیات آمد از قلبت استفاده کو و در غیبیات از چی استفاده کو؟ از وحی. چرا در تصدیقیات و در غیبیات ساینس مداخله کرده نمیتونه و از شام نمیرسه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.